به نام خدا عرض سلام و مجدد خدمت شما بینندگان عزیز در منطقه سردشت هستیم. همچنان کشاورزانی در این خطه هستند که در حال درو کردن و کمباین محصولات کشاورزی هستند. با تراکتور مشاهده می‌فرمایید و عشایران دوست داشتنی و زیادی هستند که در این خطه ای از شهرستان لردگان جزء استان چهارمحال و بختیاری زندگی میکنند. این عشایران در این قسمت هوای مناسب و چرای بسیار مناسبی برای دامهای خود انتخاب کردند که در این قسمت مشغول هستند و ساکن شدند. بیشتر این عزیزان در قسمت های یوتیوب کار میکنند، یوتیوبر هستند و دامپروری و کشاورزی شغل اصلی آنهاست که این عزیزان در این مناطق با استفاده از چادرهایی که در زیر درختان علم کردند مشغول زندگی کردن هستند. دشت بزرگی به نام دشت سردشت مشاهده می‌فرمایید. مسافران و گردشگران زیادی برای مسافرت و دیدن این چشمه‌های خروشانی که در این قسمت وجود داره همچنان در جریان هستند و کارخانه گچ سردشتی را مشاهده می‌کنید که در این قسمت اعداد شده. همچنان در خدمتون هستیم با بخش عظیمی از عشایرنشینانی که در این قسمت مشغول کار، تمام خانواده زن و مرد در کنار هم کار میکنند. آبرسانی به مناطق به دامداران عزیز با وانت نیسان. این هم بچه هایی که بچه های دوست داشتنی می‌بینید که در مشغول بازی هستن در کنار هم. چادرنشینان عشایرنشین منطقه سردشت بسیار زندگی کردن در چادرهای عشایرنشینی با هوای خنک و مناسب در این فصل تابستان لذت بخش است. محصولات کشاورزی که همچنان میبینید برداشت کردند و برای دام خود ذخیره میکنند. دامداران و دامپروران زیادی در این مناطق گوسفندان خود را به چرا میبرند. هرچه نگاه میکنیم اینجا پر از عشایرنشینان چادرهایی هستند که عشایرنشینان در این قسمت برپا کردند. کیفیت گوشی من زیاد مناسب نیست، دوست دارم که بیایید به نزدیک مشاهده بکنید این مناطق را، مخصوصا در فصل بهار که اینجا واقعا وجب آن دوست داشتنی است. بچه‌ها کنار پدر مشغول کار هستند. یعنی در تابستان بچه‌ها کنار پدر و مادر در این بیابان مشغول کار هستند.